تحمل آدم به خاطر این درد باز هم بیشتر بشود. اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود، سیاهان جنوب زارشان میگیرد. در بندر خرد و خراب لنگه هنوز صدای جنگ مدام موج می آید با صخره‌های ساحل بی جاشو. کندوی امن جاشوی دریای فارس امروز جولانگه باد است. بادهای موزی مرموز سنگین سرگردان، باد زار، باد جن، بادهای مثل برق چشم گربه در شب تاریک. باد خبیث جن سوار بر مرکب سفید موج در خشخ شاخه درخت یا تاریکی سوراخ متروک گور پیوسته در کمین نشسته است تا بومیان جنوب را به نفرین خود مبتلا کند و نفرین شدگان باد کافر جن در جنوب بسیارند. لنگه را بادها ویران کرد. نفوس لنگه یک روز 70,000 بود. در 13 خاکستان بزرگ لنگه امروز حتی شوره هم نمی روید و زن شوی مرده بر خاک شوهرش گل کاسه چینی نثار می کند و چراغ نفتی بی نفت به یاد روشنایی. شب بازی شب شفای جنزده هاست. روز پیش از شب بازی یک دختر هوا خیزران به دست دور لنگه می گردد که جنزدگان را به مجلس بازی بیاورد. امشب در صدای دهل اهل هوا نفس بادها می برد. از کشنده چه سود؟ خشخش کژدم نیست،
باد در سایه تاقی که نیست میگذرد. نیش داغ آفتاب مار تشنه را گزید و کشت و حجره های بازار بزرگ لنگلانه جن شد و موریان تشنه مرگ شد که نقش چوب دوام آورد. پشت این خاکستان یک خاکستان دیگر و پشت این خاکستان یک خانه مقدس است. اهل هوا شبها به این خانه می آیند تا به دوای اعتقاد شفا یابند. اهل هوا شبها در اتاق پشت این دیوار جن را از تن بیرون می کنند.
سابقه بادها را به آمدن سیاهان از آفریقا نسبت دادند. پیش از آن که سیاه به بهای خرما بیاید، در حاشیه خلیج بادها بود، اما مثل نیرو در تن بیمار و نفت زیر دریا و هوش در مغز بی فرهنگ ناشناخته مانده بود و سنت سیاه که از تجربه گرسنگی سرشار بود شباهت را شناخت و شفا دهنده شد.
از بندر عباس تا بندر قشم مرکز جزیره قشم با لنج‌های محلی 2 ساعت راه است. در خلیج فارس هیچ جزیره‌ای از قشم بزرگتر نیست. طول این جزیره از بندر قشم روبروی بندر عباس تا با سعیدو روبروی بندر لنگه 120 کیلومتر است. از 20,000 سکنه 73 آبادی جزیره 3,000 نفر در بندر کوچک قشم زندگی می کنند. کار عمده مردم جزیره دریانوردی بین بنادر خلیج فارس و بافتن تور و گرگور و صید ماهی و میگوست. اسکله قلب تپنده بندر قشم است. اگر اسکله خالی باشد شهر ساکت و آرام است و تا روز دیگر و آمدن لنجی دیگر هیچ صدایی نمی آید مگر صدای نفس دریا. تنها گاهی در شب صدای دهل اهل هوا نفس دریا را می برد. زار یک باد است و بادها نیروهای خبیث مرموز نفرین شده‌ای هستند که در همه آسمان جنوب سرگردانند، مثل جن، مثل روح، مثل خیال. بادها برای رهایی از سرگردانی ابدی خود همیشه و همه جا در بیابان و دریا و خرابه ها در کمین جان مردم فقیر جنوب نشستند.
وقتی باد زار در جان آدم رخنه کرد او را مریض می کند و مریض اهل هوا با دکتر خوب نمی شود. بادهای زار بیشتر از آفریقا رسیدند و مبتلایان زار بیشتر سیاهانی هستند که اجدادشان در سالهای دور به کنیزی و غلامی آمدند. در جزیره قشم اگر کسی مریض بشود و از دوا و دکتر و دعا کاری بر نیاید، او را پیش ماما حنیفه میبرند. سن ماما حنیفه را کسی نمیداند. 1 قلم از سن او 40 سال مامایی زار است. دختران هوا در مجالس بازی زیر نظر ماما حنیفه خدمت میکنند. بادها در جنوب بیشمارند. باد جن، باد نوبان، مشایخ، شامی، باد زار که هر کدام انواع بیشمار دارند. بادها کافر و مسلمان دارند. زار یک باد کافر است و مبتلای خود را بیشتر اذیت میکند. باباها و ماماها در مجلس زار جن را به کمک موسیقی از تن مریض بیرون می کنند. هر بادی با یک آهنگ مخصوص در تن مریض حرکت می کند و حرکت باد در تن مریض به یک رقص موزون می ماند. هر مبتلای زار یک سرانداز مخصوص دارد که وقتی زارش میگیرد روی سرش میاندازد تا کسی روی او را نبیند.
باده‌زار هنوز از تن این زن بیرون نرفته است و نیازی می‌خواهد تا مریض را آرام بگذارد. زار از زبان مریض با بابا درویش حرف می‌زند. این انگشتر باید خرج سفره اهل هوا بشود تا باد مریض را ترک کند. التحريك باري مول إذا بيتعمل لك بيعطونك بيه قال ماشي قد درست وخاخير يا البس الحين البس الحين البس إذا أدري بس الحين البس أبوي البس بركان إنجو بركان إنجو bandam tulu benar makasana kena mata momen mata momen ah momen ni khamis انت مش ما خدت بابا ماما مریض اهل هوا پس از روبوسی با دختران هوا باید در تنهایی خود بنشیند تا باد او را تنها بگذارد. مریض پس از هر بازی 2-3 ماهی سالم و آرام است، اما می‌داند که باد دوباره به سراغش خواهد آمد.